باخت 100,000 سومونی در بازی بوکمیکری یک جوان تاجیک را تا اداره پلیس برد. صاحبان یک مرکز بوکمیکری در دوشنبه حال و تلاش دارند توسط مقامات انتظامی جوانی را که 100,000 سومونی از این مرکز قرضدار شده است وادار به برگردانیدن مبلغ کنند. به گفته یک کارمند مرکز بوکمیکری یک جوان 100,000 سومونی را ضمن بازی و پیشگویی های نادرست باخته است اما به خزینه مرکز مبلغ وارد نکرده است. این مصاحبه ما که از بردن نامش خودداری کرد میگوید یک قسم کمی این پول را جوان بعدی دعوا و مراجعت به پلیس برگردانیده است و اکنون موظف شده است که تمام مبلغ را تا یک وقت معین برگرداند. با وجود آنکه در طی یک سال اخیر در کار مرکزهای بوکمیکری تاجیکستان چندین تغییرات صورت گرفت و اکنون این مرکزها تحت نظارت قرار دارند و ورود تا 20 ساله ها به آن معنی است هنوز هم جوانان زیاد نمیتوانند از این بازی ها دل بکنند. بازی هایی که وابستگی زیاد به آن گروه از جوانان را به مشکل فراوان روبرو کرده است. به مرکزهای بوکمیکری یا مکان شرط بندی برای بازی های ورزشی در تاجیکستان چند ماه باز تنها با شناسنامه یا سند دانشجویی و تنها افراد بالاتر از سن 20 حق ورود دارند. مسئولین این مرکزها میگویند بعد از این تغییرات شماری میزاجان تا جای کم شد و مقامات هم هر زمان نظارتشان میکنند. زرینه کارمند مرکزی بوکمیکری رخش در مرکز پایتخت میگوید یگان نفری پایانتر از سن 20 را به این مرکز راه نمیدهند، دیگر همه فعالیت آنها در دایره قانون به راه مانده شده است. سهراب نام جوان دیگر که زمان خودش هم یکی از دوستداران بازی های بوکمیکری بود میگوید بیشتر به این مرکزها جوانان جلب میشوند که اندیشه با راه آسان پول بسیار کار کردن را دارند، اما به گفته او با این فکر در حالتهای زیاد دارایی‌هایشان را از دست دادن معتاد میشوند. خودی سهراب چند سال پیش وقتی دانشجو بود چندین بار پول اجاره خانه‌اش را که پدر مهاجرش از روسیه برایش میفرستاد در مرکزهای بوکمیکری باخته قریب در کوچه مانده بود. از حادثه به سر یک همسبقش آمده هم نقل کرد که وابستگی به بازی در چنین مرکزها باعث شده بود $1800 پول سالانه شرطنامه تحصیلش در دانشگاه را باخته بعد 2 سال تحصیل نزدیک بود از دانشگاه خارج شود. برای که هیچ فایده نمیدیم همین زنگ میزدم رسی از سموم روی کنین من خوردنی ندارم میرفتم بای میدادم هم سموم ای 2 روز نمیگذشت سموم تمام شید تقویم از زنگ میزدم که سموم روی کنین که من اوجه حواسمندی همون در چی بود که موز میرم میبرم نه که میرفتم بای میدادم اکم اصناونای فوتبال داو قضا نداشتم که همین تنیس نستال تنیس در بسیار بازی میکردم من. مقامات هم در پی یک ماجرای مرگبار در تابستان سال گذشته گفته بودند معمولا زنازنی کودکان و جوانان بعد بیرون شدن از مرکزهای کامپیوتری و بوکمیکری صورت میگیرند. عمر جان امامعلی سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید برای جلوگیری از چنین حادثه ها و تاثیر بدی بازی‌های زیان‌آور به نابالغان حالا این نهاد روی خط بازی‌های خطرناک برای کودکان را تهیه دارد. یک قطار بازی‌هایی که با اخلاق جوانان چی است و ایران کار کردیم که مثال بازی را کدامش که پهن میکنه همونم دیده برویم. در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان حدود 1 میلیون اهالی به سر میبرد. در این شهر بر اساس آماری رسمی نزدیک به 2000 مرکز بازی‌های کامپیوتری، بازی‌های بوکمیکری و اینترنت کافه ها ثبت نام شدند که مشتریان اکثری آنها جوانانی از سن 30 پایین هستند.